بسم رب امیر المؤمنین علی بن ابی طالب اللهم لنا ابابکر و عمر و عثمان و عائشة الفاحشه وارزقنا ولایت الامیر المؤمنین و الائمة من ذریة الطاهرین. سلام به همه همراهان عزیز کانال ابواللؤلؤ پادکست. امروز در اولین قسمت سراغ یک از پرحاشیه‌ترین چهره‌های تاریخ ایران می‌رویم. کوروش هخامنشی، شخصیتی که در دهه‌های اخیر با تبلیغات شدید رسانه‌ای و جریان‌های ملی‌گرای افراطی به نماد کاذب شرافت، آزادی و حقوق بشر تبدیل شده. در این برنامه ما دو پرسش اساسی را بررسی می‌کنیم. آیا می‌توان هم مسلمان بود و هم ستایشگر کوروش؟ آیا کوروش همان ذوالقرنین ذکر شده در قرآن کریم است؟ ادعای تطابق کوروش با ذوالقرنین نخستین بار توسط ابوالکلام آزاد، وزیر فرهنگ پیشین هند و یک ناسیونالیست پرشور در قرن 20 مطرح شد. این نظریه در ایران توسط رژیم پهلوی و با اهداف سیاسی و تبلیغاتی به ویژه در جشن‌های 2500 ساله شاهنشاهی به شدت ترویج شد. یک سند از سال 1341 نشان می‌دهد که شورای مرکزی جشن‌های شاهنشاهی دستور داده بود یک نسخه از مجله ایران باستان که نظریه ابوالکلام آزاد درباره تطبیق کوروش کبیر با ذوالقرنین قرآن در آن آمده برای اطلاع جناب آقای سفیر کبیر ارسال شود تا در مجله الاخبار چاپ تهران منتشر گردد. این اقدام آشکارا تلاشی بود برای تحریف واقعیت و جا انداختن نظریه بی‌پایه در کشورهای عربی اسلامی و هدف کاهش حساسیت‌ها نسبت به جشن‌های شاهنشاهی. یکی از ادعاهای مطرح شده برای تطابق کوروش با ذوالقرنین به روایتی در کتاب خصال شیخ صدوق استناد می‌کند. در این روایت امام صادق علیه السلام 4 نفر را حاکم بر زمین معرفی می‌کنند: سلیمان بن داوود، ذوالقرنین، نمرود و بختالنصر. سپس می‌فرماید و اسم ذوالقرنین عبدالله بن ضحاک بن معد است. اما این ادعا با بررسی دقیق کاملاً بی‌پایه است. برخی مدعیان ضحاک همان آستیاگ پدر بزرگ کوروش است، اما این تنها به دلیل شباهت اسمی است و هیچ سند تاریخی معتبر آن را تایید نمی‌کند. مورخان پیش از اسلام مثل هرودوت به صراحت نام پدر بزرگ کوروش را آستیاگ ثبت کردند. این نشان می‌دهد که تطبیق کوروش با ذوالقرنین نه بر پایه علم غیب بلکه بر برداشت نادرست و حدس و گمان است. نام عبدالله و معد هیچ مطابقتی با کوروش و خانواده‌اش ندارد و بخش مهم روایت در استدلال‌ها نادیده گرفته می‌شود. حتی اگر ادعای ملک الارض کلها یعنی صاحب کل زمین را بپذیریم، نه کوروش، نه نمرود و نه بختالنصر هرگز بر کل زمین حکومت نکردند. در برخی نسخه‌های بحرالانوار بخشی از روایت که نام ذوالقرنین را ذکر می‌کند به صورت پاورقی آمده و احتمال اضافه شدن آن توسط ناسخ وجود دارد. همچنین در صفحات پیشین همین کتاب ذوالقرنین با نام عیاش آمده است که خود یک تناقض داخلی آشکار است. برخلاف تصور رایج، آقای طباطبایی در تفسیر المیزان قاطعانه کوروش را ذوالقرنین معرفی نکرده است. ایشان پس از بررسی اقوال مختلف درباره ذوالقرنین از جمله اسکندر مقدونی پادشاه چین و فریدون، دیدگاه ابوالکلام آزاد را به عنوان معقول‌تر و قابل قبول‌تر معرفی می‌کنند، اما با شروط و تحفظات مهم. آقای طباطبایی کوروش را نزدیک ذوالقرنین می‌دانند که امپراتوری ایرانی را تأسیس و میان دو مملکت فارس و ماد جمع نمود، بابل را مسخر کرد و یهودیان را از تبعید بابل به اورشلیم بازگرداند و مصر را تسخیر کرد و سپس به سوی یونان حرکت کرد و به مردم آنجا نیز مسلط شد و سپس به مغرب رفت و سپس به شرق تا اقصی نقاط شرق پیش رفت. این توصیف از فتوحات کاملا اغراق‌آمیز و غیر واقعی است و با کوروش تاریخی هیچ تطابقی ندارد. خود ایشان صراحتاً میگوید هرچند بعضی از جوانبش خالی از اعتراضاتی نیست و این نشان دهنده آن است که حتی دیدگاه نزدیک به کوروش نیز از نظر ایشان بی‌عیب نیست. آقای طباطبایی درباره روایات ذوالقرنین تصریح می‌کند اگر خردمند اهل بحث آنها را با هم مقایسه و دقیق بررسی کند، هیچ شکی ندارد که مجموع آنها خالی از دسیسه، دستبرد، جهل و مبالغه نیست. آقای جوادی عاملی نیز ضمن اشاره به نظریه ابوالکلام آزاد با استناد به منشور فتح بابل و بتپرست بودن کوروش نتیجه می‌گیرد که کوروش ذوالقرنین نیست. آقای خامنه‌ای نیز گفت از کوروش در تاریخ جز لعن و نفرین آگاهان باقی نمانده است. آقای مطهری هم او را خائن نامیده است. شاهپور شهبازی باستانگرا و ملیگرا تصریح می‌کند که حرف‌های ابوالکلام آزاد
هیچ ارزش علمی ندارد. استناد ابوالکلام آزاد به مجسمه بالدار در دشت مرغاب و نسبت دادن آن به کوروش از اساس اشتباه است. این مجسمه اصلا کوروش نیست، کتیبه بالای آن به خط میخی دوران داریوش است، نه کوروش. شهبازی نیز تصریح می‌کند که این مجسمه هیچ ارتباطی با کوروش ندارد. تورات خود کوشیده است کوروش را به عنوان انسان غیر پیامبر برجسته کند و در مقابل حضرت موسی و سایر انبیاء الهی را پایین بیاورد. این کتاب پر از تحریفات است. در کتاب دانیال رویای پادشاه بابل آمده که به تعبیر دانیال ظهور اسکندر مقدونی، فروپاشی شاهنشاهی هخامنشی و ظهور امپراتوری روم را نشان می‌دهد. اما حتی این روایات عمدتاً به داریوش مادی اشاره دارند و نه کوروش. در تورات قوچ دوشاخ نماد پادشاهان ماد و پارس است، نه کوروش، و نابودی این قوچ توسط بزنر به معنای شکست و نابودی آخرین پادشاه هخامنشی داریوش سوم است. ویژگی‌های ذوالقرنین در قرآن کاملاً با کوروش تاریخی مطابقت ندارد. ذوالقرنین از آغاز عمر موحد، مؤمن و خداجو معرفی شده است، در حالی که کوروش در منشور فتح بابل خود را بنده خدای مردوک معرفی می‌کند و پرستشگاه‌های بت‌ها را مرمت کرده و قربانی تقدیم خدایانی چون نبو و بل می‌نموده است. این بزرگترین شاهد بر بت‌پرستی کوروش است. ذوالقرنین 3 سفر عظیم به مغرب و مشرق خورشید و منطقه یأجوج و مأجوج داشته است. اما فتوحات کوروش محدود به ایران، بابل، لیدیه و بخشی از آسیای صغیر بوده و هیچ سند تاریخی وجود ندارد که او تا شرق دور یا غرب دور جهان پیش رفته باشد. قرآن ذوالقرنین را سازنده یک سد عظیم آهنین معرفی می‌کند که تا آخرالزمان باقی خواهد ماند. ابوالکلام آزاد این سد را به کوروش نسبت داده است، اما سد تنها یک سد خاکی ساده بوده که از بین رفته و هیچ نشانی از آن در منابع یونانی، بابلی یا حتی کتیبه‌های هخامنشی یافت نمی‌شود. کوروش نه قهرمان الهی بلکه فرمانده بیرحم بود که برای رسیدن به اهدافش دست به جنایات گسترده زد. گزنفون گزارش می‌دهد که کوروش خانه‌های مردم را به نفع سرداران خود مصادره می‌کرد و حکمتانه را غارت کرده و برخی از مادها را به بردگی گرفت. حتی در زمان داریوش مادها 2 بار برای استقلال شورش کردند که در هر بار تعداد زیادی از آنان قتل عام شدند. برای تصرف شهر نریبا، کوروش سپاهیان خود را در شب جشن و سرور مردم به طور مخفیانه وارد شهر کرد و دستور داد هر کس را در کوچه یافتید با شمشیر بکشید. پس از این کشتار اموال غارت شده به معابد خدایان تقدیم شد. تمدن کهن لیدیه به دست کوروش از بین رفت و شورش مردم آن با خشن‌ترین روش ممکن سرکوب شد. پس از جنگ سپاه کوروش دست به قتل عام گسترده ایلامیان زد، خشونتی بیرحمانه که نشانه ماهیت واقعی ارتش هخامنشی پس از فتح بابل است. در بابل کوروش معابد را موظف کرد تا مخارج دربار و تشریفات سلطنتی را تأمین کنند، گله‌های احشام سلطنتی را پرورش دهند و تمام فشار مالی بر مردم عادی تحمیل شود. در تقسیم غنایم جنگی کوروش زنی از زنان تحت تملک خود را که نوازنده بود به یکی از همدستانش بخشید تا اقامتگاه جنگیش دلنشین‌تر شود. همچنین پس از غلبه بر ماد، اسپیتامس را کشت و زن او آمیتیس خواهر ماندانا و خاله خود را تصرف کرد. برخلاف ادعای مورخین یونانی که کوروش کورزوس را نکشت، اسناد بابلی از سال 9 سلطنت نوونید نشان می‌دهد که کوروش در نزدیکی آربل پادشاه لوداریا را کشت و ثروتش را غارت کرد و سرزمین او را تصرف نمود. کوروش به بابل حمله کرد چون نمی‌توانست دولت مستقل دیگری در همسایگی خود تحمل کند. در جنگ با مادها نیز هرودوت و کتیبه‌های بابلی تاکید دارند که این کوروش بود که آغازگر جنگ بود. او یک ماکیاول واقعی بود. در سیاست هدف برایش مهمتر از وسیله بود و هر جا را فتح می‌کرد مطابق فرهنگ و عقاید آن منطقه رفتار می‌کرد تا سلطنت خود را تثبیت کند. در منشور خود ادعا می‌کند بدون جنگ و خونریزی وارد بابل شده و مردم را از دست پادشاه بابل نجات داده است، در حالی که واقعیت جنگ خونین با سپاهیان بابل در اوپیس و قتل عام گسترده آنها است. کوروش بارها از بت مردوک به عنوان پشتیبان سلطنتش یاد می‌کند. بتخانه‌ها را آباد کرده و از چند بت طلب عمر طولانی می‌کند. او خود را برگزیده مردوک معرفی می‌کند که به دستور او بر بابل سلطنت یافته است. استوانه معروف کوروش که نخستین بار در دوره پهلوی به توسط اشرف پهلوی منشور حقوق بشر نامیده شد، در واقع یک بیانیه سیاسی است به زبان اکدی در ستایش خدای بابل مردوک.
و هیچ اشاره‌ای به حقوق بشر به معنای امروزی ندارد. هدف آن مشروعیت بخشیدن به سلطنت کوروش در بابل بود، نه ارائه یک سند اخلاقی یا انسانی. بر اساس کتاب اوستا و آیین زرتشت، دفن مرده یک از گناهان نابخشودنی است. اگر کسی ادعا کند کوروش زرتشتی بوده، باید بپذیرد که او در پاسارگاد دفن نشده است. این خود گواه بر بتپرست بودن اوست. یافته‌های باستانشناسی نشان می‌دهد که ظهور کوروش مقارن با افول و سقوط تمدن‌های فلات ایران بود. آزادی و استقلال ملت‌ها از بین رفت و مردم به بند کشیده شدند. این نظام با مرکزیت هخامنشیان و پشتیبانی قوم یهود و حاکم یهودی انجام شد. قرآن مجید بارها جنایتکاری قوم یهود را روشن کرده و آنان را به خاطر تهمت زدن به انبیا و به شهادت رساندنشان نکوهش می‌کند. با این معیار کوروش نمی‌تواند ذوالقرنین قرآنی باشد. تنها قومی که از کوروش به عنوان آزادگر یاد می‌کند قوم یهود است و این نکته خود نشان می‌دهد که ستایش کوروش نه بر پایه عدالت یا فضایل الهی، بلکه به خاطر منافع سیاسی و حمایتش از یهودیان بوده است. کوروش نه تنها طاغوت بود، بلکه خود را بنده و برگزیده خدایان باطل می‌دانست. محبت به چنین فردی در تضاد مستقیم با اصل توحید است. اسلام بر دو اصل محوری استوار است: تولی دوستی با دوستان خدا، تبری بیزاری از دشمنان خدا. کوروش پرچمدار بتپرستی و خونریزی بود. این دقیقاً در تضاد با اصل تبری است. مسلمان موظف است از مشرکان و دشمنان خدا بیزاری بجوید، همانطور که ابراهیم و یارانش به قوم خود گفتند ما از شما و آنچه جز خدا می‌پرستید بیزاریم. الگوهای واقعی اسلام معصومین علیهم السلام هستند. وقتی کسی پادشاهی مشرک و جنگ طلب مانند کوروش را به عنوان نماد عدالت و انسانیت معرفی می‌کند، جایگاه اهل بیت را پایین می‌آورد و شخصیت‌های آلوده به شکل را در مقام آنان می‌نشاند. نمی‌توان هم مسلمان بود و هم ستایشگر کوروش. چنین کاری نه تنها در تضاد با توحید است، بلکه تحریف ایمان و دوری از حقیقت دین را به همراه دارد. اگر این برنامه براتون مفید بود، لطفاً با لایک کردن ویدیو، نوشتن نظراتتون در کامنت ها و سابسکرایب کردن کانال از ما حمایت کنید. اللهم لنا ابابکر و عمر و عثمان و عاشق الفاحشه وارزقنا ولایت الامیر المؤمنین و الائمة من ذریة الطاهرین. تا قسمت بعدی، یا علی.